خانم علی‌نژاد دارن یک کمپینی را انداخته به نام از اذان صبح و از الله اکبر متنفرم. یعنی چی این کارا به نظره؟ میگن اینا رو میگردن حشر رو هوا لعن کنن. خب مسیح علی‌نژاد یکی از اوناست. مسیح علی‌نژاد که کتاب که نمیخونه، که فکر و اندیشه که پشتش نیست، که ایشون هوچی گری میکنه. خب و در اینجا هم یه همچین چیزایی رو که تو فضای مجازی میبینید رفت و برگشت میشه، اینا رو سریع میگیره و شروع میکنه شلوغ کردن سریع. این هیاهو و جنجالی که امثال مسیح علی‌نژاد اینها میکنن، آقا جان در زمان شاه وقتی خواستن اعدام کنن هم اذان صبح اعدام کردن، در صبحگاه اعدام میکردن، خیلی هم واضحه. حتی در زمان شاه همینجوری بود. بخش عظیمی از مردم ایران اعتقاد دارن به اذان، با اذان نماز میخونن و اساساً در افتادن با اعتقاد مردم و اعتقاد عامه کاریست به غایت غلط. شما یه بخش کوچکی از مردم رو میتونید همراه خودتون بکنید، ولی وقتی با مسئله اعتقاد عموم مردمی بخواید مقابله کنید اینجوری نیستش. هنوزم که هنوزه اگر شما ملاحظه کنید یکی از پرزائرترین مناطق دنیا در واقع یا زیارتگاه‌های دنیا زیارت امام رضا است. اینا محلی از اعراب نداره. یعنی ما باید از اینا فاصله بگیریم. باید حتی در مورد وقتی داریم مقابله می‌خوایم بکنیم با نظام حاکم بر کشورمون، باید از یک عقلانیتی برخوردار باشیم، از یک وزانتی برخوردار باشیم. هر مزخرفی رو نیاییم بگیم. حالا برفرض در فضای مجازی هم 4 تا اومدن گفتن فریب این شارلاتان بازی‌ها رو نخورید. متاسفانه رسانه‌های فارسی زبان به این پوشش دادن، انگار که رهبر جنبش ایران داره یه چیزی دیگه. تمام رسانه‌های فارسی زبان، من متاسفم برای رسانه‌های فارسی زبان، برای همه اونایی که این خزعبلات رو بهش پوشش میدن. مسیح علی‌نژاد همین دفعه اومده رژیم نشست خلسلاح سازمان ملل، رژیم شده در واقع رئیس نشست دوره‌ای خلسلاح سازمان ملل. یک مشت جفنگیات مسیح علی‌نژاد اومده سازمان ملل باید پاسخگو شود از این خزعبلات. همین رو میرید میبینید ایران اینترنشنال میکنه چی خبر. خجالت آوره. اولا مسیح علی‌نژاد کی هست که سازمان ملل بهش جواب بده؟ این مزخرفاتی که بیایی بنویسی جز این که نشون میده نویسنده دارای فکر و شعور نیست و اون رسانه‌ای که این خزعبلات رو منتشر میکنه به همین ترتیب. یه آدم جدی که نمیاد اینا رو بگه، که انگار که این دیگه رادیکالیسم اصلا با رادیکالیسم زنده شده یا به دنیا اومده، خودش رو خیلی انقلابی و بخواد جلوه بده و هر چیزی که بتونه مطرحش کنه یا جنجال و هیاهویی درست کنه بهش متوسل میشه. هرچی پول توش باشه اونم هست.